400 گفته اختلاف پتانسیل 6 ohmi 8 ohmi با هم برابرن. جریانی که از 8 ohmi میگذره به ما بگو چقدره. ببینید بچه‌ها 6 با 12 معادلش با هم برابر ولتاژ، 8 هم با معادل این. پس جریانش که با هم برابر معادل، پس آر توتال مجموعه این باید با آر توتال مجموعه این برابر باشه. این میشه بزرگ تقسیم بر نسبت به اضافه 1، یعنی 2 به اضافه 1 میشه 3، 12 سوم میشه 4 ohm. پس معادل اینا هم باید بشه 4 ohm. این که 8 ohm، پس این دوتا باید بشه 8 ohm که معادلش بشه 4 ohm. بچه جریان کل مدار میشه اپسیلون به روی جمع مقاومت ها. 4 به اضافه 4 8 با 2 میشه 10، 6 دهم میشه جریان کل. باید بین اینا تقسیم بشه. این دوتا 8 اوم، این به تنهایی 8 اوم. پس دوتا یکسان بخواد 6 دهم اوم با هم تقسیم بشه، 3 دهم این میگیره، 3 دهم مجموعه این میگیره. چون جریان 8 رو خواست، جواب گزینه شماره 2 و تمام.